تو این قسمت از ویدیو میخوام بیام بررسی کنم ببینم روی سیستم من پایتون نصب هست یا نه، و اگر نصب نیست چجوری روی ویندوز پایتون نصب کنیم. خب برای این کار بهتر بریم داخل پاورشل که حالا میتونید توی استارت هم پیداش کنید. اینجا تایپ کنیم پایتون داش داش ورژن. اگر پایتون نصب باشه که اینجا ورژن پایتون رو به ما میده، اگر پایتون نصب نباشه خب به ما ارور میده که من کامند پایتون رو نمیشناسم. الان روی سیستم من پایتون ورژن 3.12 نصب است، ولی خب حالا میخوام برم چک کنم ببینم ورژن جدیدتر هست. اگر ورژن جدیدتر پایتون وجود داره اون ورژن رو روی ویندوز هم نصبش کنم. خب میرم داخل گوگل سرچ میکنم مثلا اینستال پایتون ویندوز، لینک اولی که میاد رو میرم اینجا توی سایت احتمالاً پایتون ORG میاد بالا، اینجا قسمت دانلود ویندوز و آخرین ورژن پایتون. آخرین ورژن پایتون رو که دانلود شد اجراش میکنم. یادتون باشه که اینجا حتما این چک باکس رو چکش کنید که پایتون رو داخل پتوی ویندوزتون قرار بده که دردسر نداشته باشین برای اجرا کردنش. و این اینستال ناو میزنیم و این شروع میکنه پایتون رو برای شما نصب میکنه. خب بعد از اینکه پایتون نصب شد کلوز میزنیم و فقط اینجا توجه کنید تو این قسمت ریلیز نوتا برای ویندوز یه سری توضیحات داده که مثلا به فرض مثال پایتون 3.12.6 روی ویندوز 7 یا قبل از ویندوز 7 قابل اجرا نیست. پس به این نکته توجه داشته باشین. حالا پایتونی رو نصب کنید که روی ویندوزتون جواب میده. اگر از اوبونتو استفاده میکنید خب میتونید برید داخل خود اوبونتو و توی ترمینال از apt-get پایتون رو نصب کنید که حالا خیلی چیزای مختلفی به شما میده اینجا، ولی شما میتونید پایتون 3 رو شما میتونید اینجا نصب کنید. حالا اگر این کامنده نبود توی اینترنت میتونید سرچ کنید ببینید چجوری میشه روی اوبونتو پایتون 3، حالا آخرین ورژن پایتون 3 که 3.12 هست رو نصب کنید. خب بعد از اینکه پایتون رو نصب کردید برید اگه داخل ویندوز هستین داخل پاورشل، حالا پاورشل رو بهتره یه بار ببندید و بازش کنید و حالا مجددا پایتون داش داش ورژن رو بزنید و الان پایتون سیستم من آپدیت شد به پایتون 3.12.6 و اگر پایتون خالی رو اینجا تایپ کنید خب اینجا مثلا میتونید شروع کنید پایتون کد زدن. من تو این سری ویدیو سعی میکنم از VS Code استفاده کنم. پس شما میتونید VS Code رو نصب کنید توی گوگل پیدا کنید و VS Code رو نصب کنید به عنوان ادیتور. البته اگه بخواید میتونید از پایچارم استفاده کنید یا از ورژن کنسولی پایتون استفاده کنید، ولی خب حالا VS Code فکر میکنم قابلیت خوبی داره. پس من سعی میکنم از VS Code استفاده کنم. وقتی برای اولین بار VS Code بازش میکنید حالا میتونید اوپن فولدر رو بزنید، برید و یه جایی توی کامپیوترتون یه دونه پوشه درست کنید و وقتی پوشه رو درست کردید برید داخل پوشه و سلکت فولدر رو بزنید و VS Code این پوشه رو برای شما باز میکنه که هیچی هم الان داخلش نیست. بعد از این مرحله شما اینجا میتونید یه دونه فایل جدید درست کنید. مثلا من اسمش رو میذارم main.py. خب من از اونجا که قبلا چیزایی که VS Code لازم داره برای که با پایتون کار کنه رو من نصب کردم روی سیستمم، دیگه حالا احتیاجی نیست نصب کنم. ولی خب شما قاعدتا باید توی اکستنشن ها
چیزایی که لازم هست برای پایتون معمولا خود VS Code به شما ساجست میده که چه چیزایی لازم دارید و میتونید سرچ کنید و نصب کنید که حالا مهمترینش خود پایتون هست. اگه سرچش کنید که این آیکونش این هست و مایکروسافت درستش کرده و پایتون دیباگر، این دوتا رو احتمالاً لازمش دارید و فکر میکنم باید یه چیزی هم نصب کنید. آره، جوپیتر هم باید نصب کنید که حالا وقتی بریم شروع کنیم روی جوپیتر نوتبوک کار کردن، خود VS Code بهتون ساجست میده که چه چیزایی رو لازمه نصب کنید. خب وقتی میایید داخل اینجا مثلا من یه دونه کد میزنم، مثلا پرینت کنم های رو. خب اینو سیوش میکنم، میام اینجا اجراش کنم. خب چون من قبلا اینترپرتر پایتون رو انتخاب که و روی سیستمم هست، خب این میاد میره از پایتونی که روی سیستم من نصب شده شروع میکنه استفاده کردن. اما چون که ممکنه بخواید حالا برای این پروژه مخصوص یه سری لایبرری های پایتون رو شروع کنید نصب کردن و نمیخواد توی پروژه دیگه استفاده کنید، ممکنه تداخل ورژن پیش بیاد، شما میتونید اینجا select interpreter رو بزنید و اینجا create virtual environment و حالا اگر کندا رو سیستمتون نصب باشه اینم ساجست میده، ولی خب من کندا نمیخوام استفاده کنم. با ونف اینو که بزنید میگه چه پایتونی رو میخواید استفاده کنید. خب مثلا من پایتون 3.12.6 رو انتخاب میکنم و این خودش شروع میکنه میاد یه کپی از پایتون 3.6.12 من میاره داخل پروژه من و یه پوشه اینجا میسازه به اسم .venv و از حالا به بعد توی این پروژه VS Code من دارم از این پایتون استفاده میکنم. در واقع هر چیزی میام نصب میکنم روی پایتونم اینجا نصب میشه و من توی پروژه دیگه بهش دسترسی ندارم. خب حالا من اینو میبندمش و یه بار دیگه اینو اجراش میکنم. این احتمالاً الان داره میره از این پایتون جدید من استفاده میکنه. خب حالا اگر توی ترمینالتون بخواین از این ورژن پایتونی که حالا این ویرچوال انوایرمنت پایتونی که درست کردیم بخواین استفاده کنید، داخل ویندوز پوشه VMV که درست کردید یه پوشه هست به اسم اسکریپت که تو این پوشه اسکریپت یه فایل هست به اسم activate bat. وقتی اینو اجرا کنید خب این پایتونتون، یعنی این کنسولی که اینجا دارید، این پاورشل، حالا هر چی که هست، این شروع میکنه از این ونو استفاده میکنه که اگر توی لینوکس هستین به جای این باید از سورس، حالا اون اسم اون انوایرومنتتون بین و بعدش فکر میکنم اکتیو یا اکتیویت، اینو باید اینجوری اکتیوش بکنید داخل حالا اوبونتو. احتمالا، حالا نمیدونم توی همه ورژن‌های، احتمالا همه ورژن‌های لینوکس همینجوری هست. خب الان پس ما میتونیم یه کد پایتون شروع کنیم کد زدن و هر کاری میخوایم انجام بدیم دیگه با پایتون. خب حالا من شروع میکنم یه سری توضیحات خیلی ابتدایی در مورد پایتون میدم. اگر پایتون کار کردید شما میتونید این قسمت از ویدیو رو تا قسمت بعدی که دیگه در مورد پایتون نمیگم رو میتونید اسکیپ کنید. خب پایتون یه زبون خیلی ساده هست، خیلی خیلی ساده تر از مثلا C++ یا C# یا جاوا هست و کد زدن داخلش خیلی راحته. یعنی شما انگلیسی بلد باشید در حد ایف و الس و اینجور چیزها، مثلا پرینت یعنی چی، شما میتونید شروع کنید کار کردن. خب مثلا من الان اینجا های رو پرینت کردم، مثلا میخوام چند تا چیزهای مختلف رو پرینت کنم. خب های و یه سری کلمات دیگه اینجا با کاما میتونیم از هم جداشون کنیم. وقتی اجراش کنیم خب اینجا برامون مینویساتش. من دارم از VS Code هم استفاده میکنم، ببخشید از GitHub Copilot، به خاطر همین یه سری ساجست میده به من. میتونید متغیر اینجوری تعریف کنید،
مثلا a مساوی 1 b مساوی 2. حالا مثلا میخواید پرینت کنید a به علاوه b رو میخواید پرینت کنید، مثلا اینجوری میخواید بنویسید a به علاوه b مساوی با مثلا این. خب این میاد برای ما a به علاوه b مساوی 3 رو پرینت میکنه. کاری که انجام میده اینه که 1 رو میریزه داخل a، 2 رو میریزه داخل b و بعد هم اینجا a به علاوه b رو پرینت میکنه. حالا مثلا میخوایم بیایم یه شرط بذاریم، مثلا بگیم اگر a بزرگتر از b هست بیاد یه چیزی رو برای ما پرینت کنه. خب الان اگه من اینو اجراش کنم چیزی اینجا پرینت نمیکنه به خاطر اینکه a بزرگتر از b نیست. ولی اگر من a رو تغییر بدم، مثلا بکنمش 5، خب این بار می نویسه که a is greater than b. حالا اگه بخوام اگر این اتفاق افتاد، اگر نیفتاد مثلا یه کار دیگه انجام بده، خب اینجوری میام انجام میدم. حالا من میام یه بار دیگه a رو کوچیک‌تر میکنم، اینو اجراش میکنم. اینجا الان میگه b is greater than a. یه نکته‌ای که توی پایتون وجود داره، اگه میخواستیم همین کد رو مثلا توی C++ بنویسیم، باید یه اینجور کاری انجام میدادیم، پرانتز میذاشتیم، بعد اینجا آکولات اگه اشتباه نکنم باز و بسته میکردیم، بعدش std cout. حالا اینجوری باید مینوشتیم توی C++ و اون وقت توی C++ دیگه اهمیتی نداشت که اینجا فاصله وجود داره فاصله وجود نداره، هیچ اهمیتی نداشت و آخر هر کدوم از لاینام باید سیمیکالن باید میذاشتیم. ولی داخل پایتون این مهمه، یعنی اگه شما بیاید اینو اینجا بذارید اینو دیگه نمیتونید رانش کنید به خاطر اینکه این خطا میده، میگه که این ایندنتیشنش اینجا رعایت نشده و حالا خط بعد از else باید یه دونه تب جلوتر باشه. پس این تب خیلی اهمیت پیدا میکنه. یه چیز دیگه که داخل پایتون مثلا میخوایم یه دونه تابه درست کنیم، این تابه کارش اینه که A و B رو میگیره، جمعشون رو خروجی میده. خب تابه رو اگر توی مثلا یه زبونی مثل C++ بود باید اینجوری می نوشتیم، مثلا int f int A و B رو میگیره، بعدش مثلا ریترن میکنه A plus B رو. ولی حالا اگه اینو بخوایم بیایم داخل پایتون بنویسیمش، این به این صورت میشه. با def تابه رو تعریف میکنیم، مثلا میگیم def f ورودیش a هست b هست و خروجی میده a به علاوه b. حالا میخوایم تستش کنیم، مثلا مینویسیم پرینت کن f a b که اگه من اینو اجراش کنم خب اینجا برای ما 3 رو پرینت میکنه. یه نکته دیگه که اینجا توی پایتون وجود داره اینه که هر متغیری مربوط به چه قسمتی از کد هست. برای مثلا من یه متغیر x تعریف میکنم، x رو میذارم 1، میام اینجا توی این تابع می نویسم x برابر 2 هست و بعدش اینجا میام x رو پرینتش میکنم. خب حالا سوال این هست که به نظر شما مقدار xی که اینجا پرینت میشه چی هست؟ در واقع xی که اینجا داخل تابع وجود داره به خاطر اینکه یک مقدار 2 رو ریختیم داخلش، این میاد یه x جدید اینجا توی تابع درست میکنه برای ما و این x فرق میکنه با xی که اینجا وجود داره. به خاطر همین این چیزی که اینجا پرینت میشه 1 هست، همون یکی که اینجا بوده. و اگر من اینجا بیام این x رو پرینت کنم f توی فانکشن x همون 2 هست ولی بیرون یه x دیگه است، این دوتا x اصلا هیچ ربطی به هم ندارن. ولی اگه من بیام اینجا مثلا پلاس مساوی بذارم، اون وقت چون یه اساین نکردم یه مقداری به اون x، پایتون اینو متوجه میشه که این x در واقع همین x بالایی هست و اگر من اینو اجرا کنم این ارور میده. من اینجا باید بنویسم
گلوبال x که پایتون متوجه بشه این xی که اینجا وجود داره یه xیه که از یه لایه بالاتر اومده و اینجا داره استفاده میشه. الان اگه اجراش کنم خب x هم داخل فانکشن 3 هست و هم xی که اینجا دارم پرینت میکنم. حالا میایم یه سری دیتاهای دیگه ای که مثلا توی پایتون وجود دارن، مثلا با استرینگ چجوری کار میکنیم. به فرض یه دیتایی داریم به اسم a، میخوایم یه دیتایی داریم وریبلی داریم به اسم a، استرینگ های داخلش هست، میخوایم ببینیم مثلا سایز این استرینگ چقدر هست. میتونیم بیایم با لن a رو اگه پرینتش کنیم خب این میاد برای ما 2 رو پرینت میکنه. میخوایم مثلا یه استرینگی به این اضافه کنیم، a رو پلاس مساوی هایدر میکنیم. خب بعدش میایم پرینت کنیم لنش رو، میبینید که لنش تغییر کرده و اینجا دیگه این خط اول لنش 2 بوده طولش و اینجا طولش شده 8. حالا یه سری کارهای دیگه میشه انجام داد. با ایدات که بزنی تمام اون فانکشن هایی که وجود داره داخل تایپ استرینگ اینا رو شروع میکنه به ما نشون دادن. یه نکته که وجود داره چیه؟ اینه که داخل پایتون مثلا تایپ هیچ اهمیتی نداره. یعنی الان مثلا تو اینجا تایپ استرینگ بوده، اگر ما اینجا تایپ a رو پرینتش کنیم از جنس str هست، استرینگ هست. حالا من میتونم بیام اینجا بنویسم a مساوی 2، هیچ اهمیتی نداره و بعد از این تایپ a تغییر میکنه و تایپ a میشه int. حالا من میتونم بیام اینجا مثلا 2.1 بذارم، اون وقت تایپش میشه float. خب پس اینم در مورد تایپ ها. البته یه نکته‌ای که وجود داره توی پایتون که توی ورژن جدیدش اضافه شده، شما میتونید به پایتون بگید که این متغیر من از چه جنسی هست. توی اجرای کدتون هیچ تأثیری نداره، ولی وقتی کنترل اسپیس میزنید که کامل کنید یه کدی رو، اونجا میتونه به شما کمک کنه. الان من اگه اینجا بزنم a dot احتمالاً داره فانکشنایی نشون میده که برای فلاوت هست. ولی اگر من بیام اینجا مثلا بنویسم b از نوع استرینگ هست مساویه مثلا 1 حتی میذارمش، وقتی اینجا بنویسم b dot این به من فانکشنایی نشون میده که مربوط به str هست، ولی هیچ اروری به من نمیده. یعنی اینجا اگه من این برنامه رو اجرا کنم هیچ اروری به من نمیده، اصلا پایتون اهمیت نمیده که این چیزی که اینجا نوشتم چی هست. اگر اشتباه نکنم اگر اینجا من پرینت کنم تایپ b رو، تایپ b هم احتمالاً برای من اینت میذاره. اینجا همینجوری که میبینید اینت گذاشت، اصلا مهم نیست که براش این چی هست. این فقط برای زمانی که دارید کد میزنید پایتون میاد به شما ساجستایی میده که مربوط به اون آبجکت هست. وقتی توی پروژه خیلی بزرگ دارید کار میکنید این خیلی میتونه کمک کننده باشه. حالا بریم سراغ لیست. مثلا یه دونه لیست داریم، یه سری عدد داخلش هست. وقتی بیایم این لیست رو پرینتش کنیم خب برای ما لیست رو پرینت میکنه. مثلا میتونیم بگیم پرینت کن خونه 2 لیست رو که در واقع میشه خونه 3 لیست، به خاطر اینکه از خونه اول لیست میشه خونه شماره 0 و میره جلو. مثلا شماره عدد 3 رو برای ما چاپ میکنه چون داخل خونه 2 هست. میتونید بیاید به لیستتون یه سری عدد دیگه اینجوری اضافه کنید که الان وقتی من پرینت کنم لن a رو این میاد برای من 10 رو چاپ میکنه. چرا؟ چون که الان 10 تا خونه داریم. اگر من بیام اینجا پرینت کنم A9 رو الان پرینت کنم خب این میاد به من آخرین خونه رو میده، یعنی مقدار 10. من اینو پاک کنم. اما اگر من بیام بهش بگم خونه 10 رو برای من چاپ کن، خب این چیکار میکنه؟
این به من ارور میده. چرا؟ چون که میگه این لیستی که اینجا داریم، این لیست ما خونه دهم نداره. اگه شما توی مثلا C++ بودین این کارو میتونستین بکنید، ولی CPP میرفت توی حافظه نگاه میکرد ببینم خونه بعد از خونه آخر اون لیست آرای شما، اون خونه چی هست داخلش، هر چی بود و به شما میداد. خب ولی توی پایتون این کارو نمیکنید، نمیتونید بکنید، ولی میتونید از اعداد منفی استفاده کنید. مثلا -1 بذارید. وقتی شما -1 بذارید، پایتون میره آخرین خونه آرای شما رو به شما میده. وقتی -2 بذارید، پایتون میاد به شما خونه 1 مونده به آخر رو میده و همینجوری میتونید برگردید عقب. خب حالا من لیست هم گفتم، بریم سراغ فور. مثلا میخوایم بیایم، مثلا کاری به لیستمون هم نداریم، میخوایم بیایم فور مثلا به 10 تا عدد رو چاپ کنیم، مثلا رنج 10 بیایم پرینت کنیم آیر. خب این چیکار میکنه؟ اول بیایم ببینیم این رنج 10 چی هست. اینو من کامنتش میکنم، میام اینجا پرینت میکنم رنج 10. وقتی رنج 10 رو پرینت میکنم، یه چیزی اینجا به من میده که یه رنجی هست از 0 تا 10. وقتی ما میایم روی این فور میزنیم و به این صورت، خب این شروع میکنه برای ما این عددا رو از 0 تا 9 چاپ کردن. اینجا مثلا میتونید بگید از چند شروع بشه. خب این از 2 این بار برای ما چاپ میکنه. میتونید بگید چند تا بره جلو و اون خونه آخر هم چاپ نمیکنه، یعنی تا قبل از اون فقط پیش میره. خب این میاد برای ما 2 تا یعنی 2 رو چاپ میکنه خونه اول 4 8 و خونه بعدی که میشه 10 دیگه اونو چاپش نمیکنه. خب اینم فور هست. حالا روی لیست هم میتونید فور بزنید. مثلا یه دونه لیست A داریم که 1 2 3 4 5 هست داخلش. ما میایم میگیم فور I in A. این میاد چیکار میکنه؟ میاد نگاه میکنه ببینه داخل A چی هست، روی دونه دونه این خونه ها شروع میکنه آیتریت کردن. یعنی وقتی من اینو چاپش کنم، خب برای ما 1 تا 5 رو چاپ میکنه. یا میتونید بیاید مثلا یه لیستی دارید اینجا B یه لیست هست که میخواید داخل لیست بیاید بگید که مثلا خونه های B بشه خونه های I ضربه داره 2. خب و بعدش من میام B رو چاپ میکنم. خب اینجا اگه من اینو پرینتش کنم 2 4 6 8 10، خب 2 برابر این هست. ولی همه این کار رو این تیکر رو میتونیم توی یه خط هم انجامش بدیم. میتونیم این کار رو انجام بدیم، بیایم بگیم B برابر هست با این، B برابر هست با یه لیستی که توی اون لیست همون for I این A رو داریم، همین که اینجا بود، و میگیم به ازای هر آیی که داخل A هست بیا آی رو ضرب در 2 کن، برش گردون داخل اون لیست B که الان اگه من اینو اجرا کنم بازم یک خروجی مثل قبلی خواهیم داشت. خب اینم لیست بود و حالا بریم سراغ آبجکت. مثلا فرض کنید، حالا آبجکت چی است؟ شما فرض کنید میخواید بیاید اطلاعات دانش آموزهای یه مدرسه رو داخل یه دونه کد بیاریدش. خب یه راهکاری دارید، مثلا میتونید اینجا بنویسید names، یه لیستی دارین از نیم ها، میتونید بعدش بیایید مثلا فامیلی، لیستی از فامیلی ها رو دارید، مثلا سن اون افراد دارید. خب و بعدا مثلا وقتی به شما میگن برای مثال اطلاعات الیس رو به ما بدین، خب شما باید برید چیکار کنید؟ باید برید الیس رو پیداش کنید داخل اون لیسته. وقتی الان من اینو بیام پرینت کنم الیس رو، این احتمالاً به من ایندکس باید استفاده کنم. خب این یاد به من میگه که ایندکس 0. حالا اگه من بخوام بابو پیدا کنم، این میاد به من احتمالاً ایندکس 1 رو میده، میگه ایندکس 1. خب من اینجوری
میتونم این الیس اسمشو بذارم، همون ایندکس بذارم بهتره. بعدش میام چه کار میکنم؟ میام پرینت میکنم آرایه اون لیست، ببخشید لیست نیمز، خونه ایندکسش و فامیلی خونه ایندکس و ایج خونه ایندکس. اینجوری من میتونم بیام اطلاعات بابو بگیرم. مثلا باب 50 سالشه و اینجا نگاه کنید باب فامیلیش هم جونز و اینجا هم 50 سالشه. حالا به جای اینکه این کار رو انجام بدیم، چون ممکن اطلاعات خیلی زیادی بشه، بعد ما مجبور بشیم خیلی لیست بذاریم اطلاعاتو و ذخیره کردنش ممکنه سخت باشه، به جای اینکه این کار رو انجام بدیم میتونیم از کلاس استفاده کنیم. میدونیم میایم یه کلاس درست میکنیم مثلا به اسم student. خب کلاس اینجوری درست میشه. بعد برای اینکه برای اون کلاس یه دونه سازنده کانستراکتور بذاریم، به این صورت با اینیت، این هم اهمیتی نداره. اینجا مثلا می‌نویسیم name فامیلی و ایج و بعد میایم اینا رو میریزیمشون داخل یه متغیری به این صورت، مثلا self.name برابر name. این نیمی که اینجا وجود داره اینه که توی ورودی اومده و بعدش ما اینجا میایم یه دونه تابع میذاریم به اسم مثلا str که کارش چی هست؟ کارش اینه که وقتی ما میخوایم یه آبجکتی از این کلاس ساختیم و اونو پرینتش کنیم، خب برای ما اینو پرینت میکنه. حالا اگر من بیام اینجا مینویسم مثلا students که یه لیستی هست، حالا میام مینویسم مثلا students.append کن. append میاد یه آبجکتی به اون لیستمون اضافه میکنه، بیاد بهش append کنه یه استودنت جدید که اسمش جان هست، جان 2 و 20 سالشه. حالا میام یه دونه استودنت دیگه که مثلا جان 2 اسمش با زوره 21 سالشه و وقتی من بیام اینجا یه دونه فور بزنم روی استودنت ها و پرینتش بکنم، خب این میاد این استرینگی، این در واقع کاری که انجام میده اینه، وقتی من پرینت میزنم تابع پرینت پایتون میره ببینه آیا این آبجکتی که اینجا وجود داره، آیا اون آبجکت تابع str داره یا نداره. اگه str نداشته باشه که میره آدرس اون آبجکت رو به ما میده. اگه str داشته باشه میاد این str رو برای ما تولید میکنه بر اساس اطلاعات اون آبجکت، اطلاعات سلف، و اونو برای ما چاله. الان اگه من بیام این رو کامنتش کنم و پرینت کنم، خب این میاد آدرس اون آبجکت رو به ما میده دیگه، اون چیزی اینجا برای ما پرینت نمیکنه. پس کار این استیاره. خب حالا من میام یه چند تا فانکشن دیگه هم به اینجا اضافه میکنم. مثلا یه دونه فانکشن میخوایم که کارش این باشه که سن اون فرد رو یه دونه ببره بالا، مثلا increase age. خب این میاد اینجوری این کار رو انجام میده. یعنی اگر ما الان اینجا بیایم برای هر کدام از این استودنت هایی که اینجا داریم تابع increase age رو صدا بزنیم و بعدش بریم پرینت کنیم کل اون استودنت هامون رو، الان سنشون به جای اینکه این احتمالاً اینجا تابع ریپرزنت هم میخوایم که این بیاد ریترن کنه str self. فکر میکنم این مشکل رو حل کنه و بله. خب الان ما ایج اینا 20 21 بود، هر کدومش رو یه بار اینکریز ایج دادیم و این شد 21 و 22. یعنی در واقع وقتی شما تابع اینکریز ایج رو صدا میزنید، این میره برای این آبجکت استودنتی که اینجا وجود داره تابع اینکریز ایج رو صدا میزنه و اینکریز ایج میاد یه سال به سن اون آبجکته، به اون حالا متغیره میره یک به اون ایج اضافه میکنه.
خب من تا همینجا دیگه فکر میکنم در مورد پایتون کافی هست. احتمالا توی ویدیوهایی که دارم میرم جلو چیزای بیشتری در مورد پایتون توضیح میدم و همینجوری سعی و خطا با هم دیگه میریم جلو. ممکنه یه سری جاها من همون اولش اشتباه کنم، درستش میکنم، حساب حساب میریم جلو. ولی اگه میخواید بیشتر پایتون یاد بگیرید، خب میتونید از تو این ویدیو، در واقع هدف اصلیمون پایتون نیست، میتونید بیاید از ویدیوهای دیگه یا مطلب های دیگه که توی اینترنت وجود داره استفاده کنید تا پایتون رو بیشتر یاد بگیرید. خب من تصمیم گرفتم اون قسمت قبلی که در مورد پایتون بود و بیام یه مقداری بیشتر ببرمش جلو و شروع کنیم با هم دیگه یه پروژه بزنیم. یه پروژه خیلی ساده داخل پایتون که بتونیم از فایل بخونیم، اطلاعات داخل یه دونه فایل ذخیره کنیم. چون حد زدم که حالا ممکنه جلوتر احتیاج باشه یا اینکه دوست داشته باشین یه مقداری بیشتر کد بزنید. کدی که میخوام بزنم چی هست؟ اینه که ما یه لیست، یه دونه دفترچه تلفن مثلا میخوایم درست کنیم که این دفترچه تلفن ما داخل اطلاعاتش داخل یه دونه فایل ذخیره میشه و وقتی شما وقتی برنامه رو مجددا بالا میارید، شما میتونید برید اون اطلاعاتی که ذخیره کردین رو بخونید از حافظه و شروع کنید با اون اپلیکیشن دفترچه تلفنتون کار کردن. خب من اینو همینجوری با همدیگه کد میزنیم میریم جلو و لزوما این کدی این که میزنم یه کد کامل نیست، ولی بیشتر هدفم اینه که یه سری چیزایی که تو این مسیر یادم میمونه رو، یعنی بهش برخورد میکنیم و اونا رو به شما یاد بدم. خب کار اولی که انجام میدیم این کلاس استودنت هرچی داشتیم رو پاک میکنیم، یه دونه کلاس جدید درست میکنیم. ما در واقع برای اینکه دفترچه تلفن بخوایم، خب مثلا ما یه دونه آبجکت درست میکنیم، آبجکتی به اسم پرسن که این آبجکت ما خب یه دونه احتمالا نیم داره، یه دونه حالا مثلا شماره یه دونه سن داره و یه دونه مثلا تلفن که میایم همه اینا رو میریزیم داخل سلف دات فون مساویه فون. این فون رو باید بذارم اینجا. حالا برای اینکه توی قسمت های بعدی کد که میریم بتونیم راحت‌تر از کنترل اسپیس استفاده کنیم برای کامل کردن، من میتونم اینجا تایپ اینها رو، این متغیرهایی که این کلاس هم داره، اینا تایپشون رو مشخص میکنم. خب الان دیگه هر جا ما توی کدمون بیایم یه دونه آبجکت پرسن دات نیم بذاریم، خود وی اس کد میاد به ما ساجست میده، یعنی ساجستایی میده که مربوط به استیار هستن از این به بعد. خب حالا من اینجا اولین کاری که لازم هست انجام بدم، یه دونه برای اینکه ما بتونیم دستور بگیریم از حالا اون یوزری که داره با اپلیکیشن ما کار میکنه، من میام اینجا یه دونه تابع درست میکنم به اسم مثلا help و تو این تابع help میام مثلا می نویسم پرینت کنه 0 رو، مثلا برای اینکه دیتامون رو لود کنه، لود دیتا. پرینت کنه مثلا 1 رو برای اینکه یه فردی رو بخوایم به دیتابیسمون اضافه کنیم. برای اینکه بخوایم یه فرد رو از دیتابیسمون ریموو کنیم، برای اینکه لیست همه افراد رو بهمون بده، برای اینکه فایند کنیم یه فرد رو بتونیم اطلاعاتش رو فایند کنیم و در نهایت هم دیتا رو سیو کنیم و بتونیم خارج بشیم. خب الان اگر من بیام اینجا این تابع help رو
صدا بزنم و این کد رو اجراش کنم، این میاد برای من اینا رو می نویسه. حالا من اینجا میام اینو توی یه دونه وایل ترو میذارم و توی وایل ترو میگم که اینجا تابع هلپ و صدا بزنه. بعدش برای اینکه از یوزر بخوایم یه چیزی رو وارد کنه، به این صورت مثلا میتونیم بنویسیم چویس یوزرمون و یه تابعی به اسم اینپوت که من اینو فقط در همین حد می نویسمش فعلا و اینجا می نویسم پرینت کنه you entered something. خب وقتی من اینو اجراش کنم، خب این میاد از من میپرسه یه چیزی رو وارد کن. مثلا من 1 رو وارد میکنم، اینجا بهم میگه که تو 1 رو وارد کردی، باز دوباره اینو پرینتش میکنه. بعدش بهش مثلا میگم 3 رو میخوام، این به من میگه 3 رو وارد کردی و همینجوری این حلقه تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. حالا من میخوام بیام شروع کنم دونه دونه این تابع ها رو بیام صدا بزنم. خب یه چند تاشو اول می نویسم، مثلا exit if exit. خب اینجا میام میگم چی؟ میگم اگر اون انتخابی که کرده بود 6 بود، برو خارج بشو. من اینو یه بار دیگه اجرا میکنم. اگر مثلا 2 بزنم، هیچی، میاد اینجا چک میکنه، میگه 2 رو وارد کرد، اینجا 2 رو با پرینت میکنه و بعدش هم میگه اون چیزی که وارد کردم برابر 6 هست نیست. خب برمیگره از اول باز حرفو. ولی اگه من 6 رو صدا اینجا وارد کنم، خب این میاد خارج میشه از این. فقط اینجا به من یه ارور میده، این 0 رو به نظرم مثل اینکه نمیخواد. اگر من اینجا 6 رو وارد کنم، فکر میکنم الان درست شد. مشکلی که به وجود اومده بود چی بود؟ این که برای اینکه بخوایم از کد پایتون خارج بشیم با تابع اکسیت رو صدا بزنیم، ولی چون ما اومده بودیم یه بار دیگه این تابع اکسیت رو خودمون پیاده سازی کرده بودیم، وقتی وارد میشد این شروع میکرد خودش رو صدا زدن و توی یک حلقه میافتاد و چون 996 بار این حلقه صدا زده پشت سر هم، پایتون دیگه خارج میشه. فکر احتمالا نمیتونه بیشتر از این تریس کنه که یه تابع هی خودش رو صدا بزنه داخل حلقه. خب اکسیت رو پیاده سازیش کردیم. حالا میام چیکار میکنیم؟ میام اینجا یه دونه لیست درست میکنیم، مثلا به اسم پیپل که این لیست ما هست. و هدف من چی هست؟ هدفم این هست که بیام اطلاعاتی که تو این لیستمون هست، حالا من همینجوری یه چند تا اطلاعات خودم میذارم. هدفم اینه که این اطلاعاتی که توی لیست هست رو بتونم توی یه دونه فایل سیوشون کنم. خب من اینجا میام یه تابع دیگه درست میکنم به اسم load data و تو این load data خب همونجوری که تو ویدیو قسمت قبلی گفتم، اینجا باید این پیپل رو گلوبالش کنیم که اینجا بشناسیمش و سیو دیتا رو پیاده سازی کنم. فعلا بهتره سیو دیتا. من میام اینجا یه دونه فایل میسازم، اسمش هم میذارم people.txt و این w هم که اینجا میذارم یعنی این فایلی که اینجا اوپن کردم، هدفم اینه که داخل این فایل یه سری اطلاعات بریزم و بعدش میام یه دونه فرم میزنم روی پرسن هایی که توی این لیست پیپل هستن و میام این اطلاعات رو name, age, phone رو میریزمشون داخل اون فایل. حالا میتونم اینجا اینو به جای write بذارم write lines، بیام همه لاین ها رو بگیرم و بعد همش رو با هم دیگه پرینت کنم. میتونم دونه دونه
پرینتش میکنم و آخرش هم اسلش یا بک اسلش ان میذارم که خودش بره خط بعدی و در نهایت هم فایلو میبندمش و اینجا یه دونه پرینت میکنم که دیتا سیو شد. پس اینجا حالا میام میگم که اگر 5 بود برو تابع سیو دیتا رو برای من صدا بزن. خب میریم برنامه رو اجرا میکنیم. اینجا میام 5 رو میزنم و این میاد به من میگه که دیتا سیو شد و اینجا میبینید یه دونه فایل پیپل برای من درست کرد، people.txt، همینجوری که اینجا اسم داده بودم و این اطلاعات رو برای من اینجا ذخیره کرد. حالا برای اینکه اینو یه ذره بهترش کنیم که اینجا نخواهیم به این صورت بنویسیم، من میام اینجا یه تابع درست میکنم به اسم مثلا به get data for file برای مثال. خب و اینجا باید سلف رو بهش بدم و این چیکار میکنه؟ میاد همینو به من خروجی میدم، میاد کاما separated name age و phone رو به من ریترن میده و اینجا به جای اینکه این کار رو انجام بدم من میتونم اینجا بیام اینو به این صورت درستش کنم که همون پرسن تابع get data for fileش رو صدا میزنم و بعدش هم یه دونه اسلش یا بک اسلش ان بهش اضافه میکنم که اینم مجددا همون کار قبلی رو برای من انجام میده. حالا میخوام بیام دیتامو لود کنم، پس من میام اینو کلا پاکش میکنم و قبل از برای اینکه بهتر متوجه بشیم الان چه دیتایی وجود داره، بهتر این لیست پیپل هم من پیاده سازی کنم. میام اینجا یه دونه def لیست پیپل رو هم می نویسم. اینجا کاری که انجام میده بازار میاد پیپل و گلوبال پیپل میکنه و بعدش هم تمام پرسن هایی که داخل اینجا هر اسمی باشه مهم نیست. این دلیلی که اینجا اسم این پرسن هست هیچ ربطی به اسم کلاسمون که اینجا هست نداره. مثلا من اینجا به جای این اسمشو میذارم پی، میام اینجا تمام این پی ها رو شروع میکنم پرینت کردن. خب لیستم شماره 3 هست، پس من میام اینجا اگر گزینه‌ای که انتخاب کردیم 3 بود پیپل رو برای ما لیست کنه. خب اگه من الان اینو اجراش کنم، وقتی بیام اینجا لیست پیپل رو پرینت کنم این برای من اینجا هیچی پرینت نمیکنه. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه این لیست پیپل هامون الان خالی هست. خب حالا من باید بیام چیکار کنم؟ باید بیام این دیتا هایی که اینجا توی پیپل هستن رو بیام لودشون کنم. خب لود دیتا رو یه تابعی به اسم لود دیتا میذارم. حالا ببینیم چیزی که کتاب کوپایلت ساجست داده چی هست. خب این میاد پیپل رو گلوبال میکنه، میره اون فایل رو بازش اوپنش میکنه، فقط این بار آر میفرسته، یعنی فقط اون فایل رو میخوام بخونم. بعدش میاد لاین اون فایل رو شروع میکنه اطلاعات داخلش رو خوندن، که حالا من برای اینکه اینو بهتر متوجه بشیم من اینو کامنتش میکنم و پرینت میکنم اون لاینی که وجود داره رو. اگه من برنامه رو اجرا کنم و اینجا لود دیتا که 0 هست رو بزنم الان هیچ کاری نمیکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما اینجا نگفتیم اگر 0 وارد شد چه کاری انجام بده. یه بار دیگه من برنامه رو اجرا میکنم. اینجا 0 رو که بزنم اگر 0 باشه لود دیتا یه چک کنیم ببینیم که چرا کاری که میخوایم ما انجام نداده. آها این دفعه درست کار کرد. خب این الان میاد شروع میکنه اون دونه دونه خطا رو برای ما میخونه و پرینتشون میکنه. حالا چرا اینجا ما توی این فایلمون میبینیم که فقط 2 خط داریم، ولی چرا چیزی که اینجا پرینت کرده به این صورت هست؟ دلیلش به خاطر اون این
اسلش یا بک اسلش انی هست که اینجا گذاشتیم. وقتی میاد اینو میخونه، خب اینم میخونه. وقتی میاد پرینتش میکنه یه خط دیگه چاپ میکنه. برای که اینو حذفش کنیم ما میتونیم از این فانکشن استریپ استفاده کنیم. اگر من اینو ببندم و یه بار دیگه اجرا کنم و لود دیتا بزنم، میبینید که دیگه اون خط رو چاپ نکرد. خب برای اینکه این اطلاعات رو از هم جدا کنیم ما میتونیم بیایم از تابع اسپلیت استفاده کنیم. این اسپلیت کارش چی هست؟ یه کاراکتر یا حالا هر چیزی، یه استرینگ بهش پاس میدید و این میاد اون چیزایی که داخل این لیستتون وجود، اون استرینگتون وجود داره رو میاد اون کاراکتر رو پیدا میکنه و اینو تبدیلش میکنه به یه لیستی از استرینگ. الان اگه من اینو یه بار دیگه اجراش کنم، الان لود دیتا بزنم، این میاد اینو استریپ کرد که اون خطا رو پاک کرد و بعدش میاد با اسپلیت میاد اینو جدا میکنه. این الان ما یه دونه الیس داریم، یه دونه 25 داریم و یه دونه اون شماره تلفنی که اونجا توی اون فایلمون بوده. حالا من برای اینکه اینجا نخوام اینجوری این کار رو انجامش بدم، حالا البته یه بار اینجوری بریم جلو ببینیم چی میشه. اینا رو از کامنت در میارم، میام اون لیستی که اینجا درست کردیم و این لیست رو میریزمش داخل دیتا و بعد دیتای 0 میشه اسممون، دیتای 1 میشه سنمون و بعدش هم میشه شماره تلفنمون و میام یک پرسن جدید میسازم که این پرسن جدید یه دونه اسم داره، یه دونه اج داره، سن داره که از نوع اینت هست. برای اینکه اون استرینگ رو تبدیلش کنم به اینت میام به این صورت تبدیلش میکنم و بعدش هم که شماره تلفنش هست. الان اگر من بیام این کد رو اجراش کنم و اینجا من بیام لیست این آدما رو، حالا من برای اینکه یه تغییری بدم اینجا توی تابع هلپ میام اینجا یه دونه چند تا دش میذارم که متوجه بشیم چه اتفاقی داره میفته. اینو اضافهش کردم. حالا الان اگه من لیست افراد رو بزنم، این میبینید که اینجا هیچی برای من نیاورد، هیچ چیزی نشون نداد. چرا؟ چون که لیست ما هنوز خالی هست. حالا اگر من بیام 0 رو بزنم که دیتامون لود بشه، خب دیتای ما لود شد اینجا و بعد اگه مجددا لیست رو چاپش کنم میبینید که لیست اون افراد رو برای ما اینجا چاپ کرد. حالا برای اینکه یه ذره کدومون شکیل‌تر بشه، من میام این قسمتی که دارم اینو درستش میکنم، اینو ور میدارم میارمش داخل خودی که همین کاری که اینجا انجام دادیم. میام چیکار میکنم؟ میام یه دونه تابع درست میکنم، مثلا تابع اد اینفو. این اد اینفو چیکار میکنه؟ یه دونه مثلا سلف رو بهش میدم، یه دونه لاینی که از جنس str هست. خب و میام این کدی که اینجا زدم رو، این کد رو ورش میدارم میارمش اینجا، یه دونه دیتا درست میکنم از اون لاینه و بعدش این کارو که نباید انجام بدم، بعدش میام میگم که مثلا self dot nameش بشه این، self dot ageش بشه این و self dot phonش هم بشه این. و در واقع اتفاقی که اینجا میفته، من چه کاری انجام میدم؟ میام به اون لیست پیپلی که داریم یه دونه append میکنم، یه دونه پرسن، من میام اینجوری میذارم ببینیم چه اتفاقی میفته. یه دونه پرسن اینجا میسازم میریزم داخل پیپل، بعدش اینجا میگم اون آخرین فردی که ساخته شده این تابع اد اینفوش صدا زده بشه که این لاینی که اونجا بود و بهش پاس میدم و این لاینه میاد اینجا و این اطلاعات رو برای من میخونه و میریزه داخل این آبجکتی که داشتیم.
خب حالا من اینو اجرا کنم. این احتمالا الان ارور باید بده. اگر من الان لیست رو پرینت کنم، خب هیچی توی لیستمون نیست. چرا؟ چون که گفتم قبلا این پیپل خالی هست. اینجا میام لود دیتا رو میزنم و این به من ارور میده. چرا ارور میده؟ به خاطر اینکه میگه این پرسنی که اینجا توی خط 58 این پرسنی که داری میسازی، این تابع 3 تا ورودی میگیره و اون 3 تا ورودی چیا بودن؟ name، age و phone. خب و این 3 تا رو من حتما باید بهش پاس بدم. حالا برای اینکه نخوام این کار رو انجام بدم، میام اینجا یه مقدار خالی به اینا میدم، مثلا 0 و phone هم خالی. حالا دیگه مشکل نمیدونی وقتی چیزی رو پاس نمیدی، این میاد همین مقدارهای دیفالتی که اینجا گذاشتیم رو پاس میده و اون پرسن رو برای ما میسازه. خب اینجا الان اگر من لود دیتا کنم و بعد لیست رو بیارم، میبینید که اون افراد رو به این لیستمون اضافه کرده. اما اگه اینو میخواستم بهتر انجامش بدم، من میتونستم بیام، چون همینجور که میبینید این تابایی که اینجا وجود دارن، همه تابا این سلف رو میگیرن. خب مثلا اینجا این کانسترایتورش 4 تا در واقع ورودی میگیره، ولی اون ورودی اول رو خود پایتون بهش پاس میده. یعنی وقتی پایتون میخواد برای آبجکت من تابع get data for فایل رو صدا بزنه، خودش میاد آبجکت من رو به عنوان ورودی پاسش میده به اون فانکشنه. اگر بخوام بیام، میتونم بیام توی سی پلاس پلاس یه سری تابع هستن که تابع استاتیک هستن. اون تابع ها یا متد ها احتیاجی به آبجکت ندارن. یعنی چی احتیاجی به آبجکت ندارن؟ بذارید یه مثال بزنم. اینجا یه تابع تعریف میکنیم به اسم مثلا استاتیک متد، مثلا اسمش میذارم f، که به این صورت. و من اینجا میگم مثلا پرینت کن f کال شده. الان اگر من بیام اینجا یه دونم اکسیت میذارم که این خارج بشه و بقیه کدا رو چک نکنه، من اینجا بیام بگم مثلا یه دونه پرسن داریم، p مساویه با یه پرسن اینجا داریم و بعد بیام بگم p.f. خب بریم ببینیم این چه کاری برای ما انجام میده. خب این میگه چی؟ میگه این تابع f هیچی نمیگیره، هیچ ورودی نمیگیره. خب ولی ما داریم یه دونه ورودی بهش پاس میدیم، ولی شما اینجا وقتی کالش کردید اصلا ورودی بهش ندادید. خب در واقع اتفاقی که داره اون پشت میفته چیه؟ گفتم خود پایتون میاد این پی رو به عنوان ورودی میده اینجا. یعنی اگر من اینجا یه دونه سلف بذارم و اینو اجراش کنم، این دیگه اروری نداره، میگه این اف صدا زده شد. حالا ما چیکار کنیم که یه تابع اصلا ورودی نخواد؟ خب یعنی در واقع سلف رو نخواد، نه اینکه ورودی نخواد. اگر من اینجا بیام بالاش بنویسم @sign static method، خب این دیگه اوکیه، ما اینو میتونیم صداش بزنیم. حتی اگر آبجکت نسازیم هم میتونیم صدا بزنیم. چرا؟ چون که این تابع همینجوری که دیدید سلف رو نمیگیره. پس یعنی این تابع اصلا احتیاج به سلف نداره. پس شما میتونید اصلا بیاید بگید person.f. خب و من میتونم اینو اجراش کنم و این f رو برای ما چاپ میکنه. پس یه تابعی که استاتیک هست در واقع هیچ احتیاجی به آبجکتی از اون کلاس نداره، مثل اینی که اصلا این تابع بیرون هست. خب حالا من میخوام بیام اینجا یه تابع درست کنم به اسم create person و لاین رو بهش پاس بدم که حالا از جنس str هست. این خط رو پاکش میکنم و اینجا میام یه دونه مثلا temporary person درست میکنم و add info رو صدا میزنم برای این. خب حالا این خطا رو پاکشون میکنم و میام اینجا که داشتم دیتا رو لود میکردم، به جای اینکه بیام یه دونه پرسن اول اد کنم و بعدش بیام تا به اد این رو صدا بزنم، مستقیم میگم و ببخشید اینجا تهش باید اون پرسنا هم ریترنش کنم.
خب من میام اینجا توی اون لود دیتا به جای اینو پاکش میکنم، به جاش مینویسم create person از این لاینه. در واقع چه اتفاقی میفته؟ این تابع create person صدا زده میشه، اینجا میره داخلش یه دونه پرسن میسازه، تابع اد اینفو رو اینجا صدا میزنه برای اون پرسنی که ساخته و اون لاین رو بهش پاس میده. حالا میتونستیم به جای که این کار رو انجام بدیم، به جای که اصلا اینو صدا بزنیم، میتونستیم بیایم بگیم که اون 10% مثلا اول اون دیتا رو بسازیمش، همینجا این کار رو انجامش میدادیم، میگفتیم اون 10% مثلا نیمش چی باشه، این چی باشه و این چی باشه. اون وقت میتونستیم کلا این تابع رو هم پاکش کنیم. پس یه دونه استاتیک متد درست کردیم که یه دونه 10% خروجی میده و استاتیک متد دیگه احتیاجی به اینکه سلف رو به عنوان ورودی بگیره نداره. اگر من اینو اجراش کنم احتمالا الان لیستمون خالی هست. لود دیتا که بزنیم، چرا لود نکرد؟ خب حالا باید بریم چک کنیم ببینیم چه مشکلی داشته که این چیزی رو لود نکرده. من آها لود دیتا کردیم و بعدش احتمالا 3 بزنیم. آره دیگه این لیست رو به ما نشون میده. فقط نکته که هست اینه که چون 2 بار دیتا رو لود کردیم، این 2 بار رفت این اطلاعات رو خوند و برگردون. پس ما اینجا باید توی لود دیتا بیایم پیپل رو خالیش کنیم. الان برمیگردیم اینجا، اول لیست رو پرینت میکنیم. خب هیچی داخل لیستمون نیست. لود دیتا رو 1 بار 2 بار 3 بار میزنیم. یه بار دیگه که لیستمون رو پرینت کنیم فقط همون 2 تا رو، چراشون که هر بار میره اینو پاکش میکنه. خب حالا دیگه چی لازم داریم اینجا؟ بریم تابع هلپمون، یه تابع میخوایم که بتونیم یه پرسن جدید اد کنیم. def add person. خب این خودش بهمون ساجستشن هم داد و حل دیگه. ما با همین میریم جلو. چیکار میکنه؟ میاد میپرسه، میگه اسمش چی هست، ایجش چی هست، فونش چی هست و میاد یه دونه پرسن میسازه و میریزتش داخل پیپل. و الان من میام این کار رو انجام میدم ببینیم چی میشه. یه بار دیتامون رو لود میکنیم، یه دونه add person میزنیم و هیچ کاری نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما اینجا ننوشتیم که اگر چویسمون 1 بود باید چه کاری انجام بدیم. پس من اینو میبندمش و یه بار دیگه اجراش میکنم. دیتامون رو لود میکنم. add person که بزنم یه اسمش چیه، مثلا علی، چند سالشه، 50 سالشه، یه شماره تلفنم داره و اینتر میزنم. الان اگه برم لیست رو بگیرم میبینم که علی رو هم به لیست ما اضافه کرده و اگر سیو کنم دیتا رو با 5 میبینید که داخل پیپل هم علی به دیتابیس ما که در واقع این فایل هست اضافه شد. حالا دیگه چی داریم؟ دیگه ریموو. میخوایم یه پرسن رو ریموو کنیم، باید بیایم اسم اون فرد رو از یوزر بگیریم و اونو از دیتایی که داریم پاکش کنیم دیگه. خب اینجا یه تابع درست میکنیم به اسم remove person، پیپل رو میذاریم، اسم فرد رو میگیم و این کدی که زده فکر کنم. حالا کد این چیکار میکنه؟ کدی که این ساجست داده میاد دونه دونه افراد رو پیدا میکنه، دونه دونه افراد رو چک میکنه، ببینه کدامی که از اون افراد اسمش برابر با این اسم ورودی اینجا هست و بعدش هم میاد از اون لیستمون پرینتش میکنه. فکر کنم همین چیزی که ساجست داده خوبه و ما اینجا میریم ریموو پرسن هم اضافهش میکنیم. پس الان اگر بیایم اینجا و صفر میزنیم دیتامون لود بشه،
لیست رو نگاه میکنیم، 3 تا اسم داریم داخل لیستمون و ریموو میزنیم. مثلا میگیم چی؟ برو این چرا کار نکرد؟ یه بار ببندمش کامل و بازش کنم. دیتا اون رو لود میکنیم، لیستمون رو پرینت میکنیم، بعدش میریم سراغ ریموو. خب میگه اسمش رو وارد کن، من علی رو وارد میکنم و میگه علی ریموو شد و بعدش اینجا وقتی من لیست رو پرینتش بکنم علی دیگه داخل لیست من نیست، اما داخل فایلمون هست. چرا؟ چون که هنوز ما فایلمون رو سیو نکردیم. و آخرین چیزی هم که باید بیاریم چی هست؟ آخرین تابعی که باید بنویسیم تابع find person هست که اینم بازوره میاد چیکار میکنه؟ میاد شروع میکنه روی اسمو میگیره، شروع میکنه دونه دونه اسما رو مقایسه میکنه با چیزایی که توی دیتابیسمون داریم و اون پرسن اگر پیداش نکنه که میزنه پرسن not found، اگر هم پیداش کنه که اطلاعاتشو برای ما پرینت میکنه و در نهایت اگر گزینه‌مون 4 بود find و اگر هم هیچ کدام از اینا نبود میگه که این چیزی که وارد کردی ولید نیست. اجرا میکنیم، دیتامون رو لود میکنیم، لیستمون رو نشون میدیم، مثلا میگیم که برو اطلاعات علی رو به ما بده، میره علی رو پیدا میکنه و فقط اطلاعات علی رو به ما نشون میده و خارج میشیم. حالا یه مشکلی که همینجوری که میبینید داخل این کد وجود داره این هست که ما از لیست استفاده کردیم و خب پرفورمنسش پایینه. یعنی وقتی شما میخواد یه چیزی فایند کنید باید دونه دونه همه اینا رو چک کنید، وقتی میخواد یکی رو ریموو کنید باید دونه دونه ریمووش کنید. پس ما میتونستیم بیایم چیکار کنیم؟ میتونیم بیایم این به جای اینکه اینجا از پیپل رو بیایم از لیست استفاده کنیم، میتونیم بیایم از یه دیکشنری استفاده کنیم که میگیم چی؟ میگیم دیکشنریمون از جنس، اگر اشتباه نکنم اینجوری باید بهش بدم، میگیم بستیار به پرسن هست. یعنی چی؟ یعنی یه دیکشنری میسازیم که کلید اون دیکشنری ما استیار هست، میخوام اسمشو بذارم و اطلاعاتش هم که پرسن هست. خب حالا باید ببینیم کجا باید اینو تغییرش بدیم. خب توی سیو دیتا اینو مطمئن نیستم، بذارید اینجا بیام یه دونه چک کنیم که ببینیم وقتی اینجا ما میایم مثلا یه دونه توی پیپل میگیم جان برابر با این پرسن، بعدش میایم فور این پیپل میکنیم، ببینیم این به ما اینجا این پی خودش چی هست. در واقع پی که به ما میده اینجا اگر من بگم تایپ پی اینجا چی رو به ما برمیگردونه؟ خب این استیار میده، فکر میکنم پی میشه اون کلیدمون اگر اشتباه نکنم. آره این پی که اینجا داریم در واقع کلیدمون است. من اینو میخواستم ببینم دقیقا چی هست. خب حالا توی سیو دیتا پس اینجا پرسنی که اینجا داریم این پرسنه آبجکت ما نیست، این پرسنه کلید ما هست. پس من باید اینو عوضش کنم، اسمش رو بذارم، اینو بذارم نیم و اینجا بیام از پیپل نیم رو بگیرم. یعنی میگم برو تو اون دیکشنری ببین با این کلید نیم چی هست، بیا اونو سیوش کن داخل فایل اطلاعات. حالا میتونستم به جایی که این کارو بکنم این پیپل دات فکر میکنم آیتمز این خودش میرفت میومد کی ولیو رو همزمان به من میداد، یعنی به این صورت کار میکرد. اینجا من میگفتم نیم و پرسن، این خودش میرفت دوتاشو برای من همزمان می آورد. یا میتونستم اصلا اینجا اصلا به کیا کاری نداشته باشم، کلا فقط از
values استفاده کنم که دیگه اون نیمم نمیخواست و اینجوری کار میکرد. خب لیست رو که میخوام نشون بدم دیگه، خب این پیپل در واقع باید من ولیوهاشو باید برم بیارم که اینجوری پرینت کنم. دیتامونو که میخوام لود کنم اینجا دیگه با اپند کار نمیکنه به خاطر اینکه دیکشنری هست. به جاش کاری که باید انجام بدم اینه که بیام این پرسن رو اینجا بسازمش اول و بعدش بیام بگم که person.name برابر p بشه. توی add person هم اینجا با ظاهر این کار نمیکنه به این صورت دیگه. باید اینجا کلید بهش بدم، میگم توی اون دیکشنری با کلید نیم بیا مثلا اینو بذار. اگر بخوام پاکش کنم خب دیگه اصلا این کد به یه نفر رو مثلا میخوام پاک کنم، اول میام چک میکنم اگر اون نیمی که داشتیم داخل پیپل بود برو اینجوری دیلیتش کن و در غیر این صورت هم person not found بزن. اگه خواستیم یه نفر رو پیدا کنیم با ظهور خیلی راحت میگیم اگر اون نیم داخل پیپل در واقع کلیدهای پیپل بود برو پرینتش کن، اگر نبود بزن not found و تموم شد. حالا ممکنه یه سری ارور هم داشته باشه. من یه بار دیگه دیتامون رو لود میکنم که بله ارور بهمون داد. آها مشکلش اینجاست که اینجا ما اومدیم لود دیتا که میخواستیم بکنیم اومدیم و اینجا یه بار دیگه پیپل رو از اول میخواستیم اطلاعات اون پاک بشه، پیپل رو از اول مشخصش کردیم این باید دیکشنری باشه و یه بار دیگه اجرا میکنیم لود دیتا. خب دیتامون لود شد، لیستمون رو میخوایم، اینجا لیستمون رو بهم میده و احتمالاً بقیه چیزها هم کار میکنه. ولی خب یه سری مشکلات داره. مثلا وقتی من فایند میزنم علی رو با A بزرگ بنویسم خب این به من میگه که اینو فردو پیدا نکردیم. چرا؟ به خاطر اینکه علی که توی لیست ما هست اسمش همه حرفاش کوچیک هست و حالا برعکسش اگه با شما با بی کوچیک بنویسید بازم این فایندش نمیکنه. اینا رو دیگه میتونید به این برنامه اضافه کنید یا میتونید یه ذره اینو بیاید پیشرفتش بدید. مثلا یه سری پارامترهای دیگه بهش اضافه کنید، یه سری متدای دیگه بهش اضافه کنید. میتونید بیاید چند تا کلاس بذارید. مثلا بیاید یه مدرسه درست کنید، مدرسه یا یه مدرسه درست کنید که یه سری کلاس داره، هر کلاسی یه تعداد دانش آموز داره، هر دانش آموز میتونه مثلا توی کلاس باشه. میتونید به پروژه‌های خیلی ساده اینجوری فکر کنید و اینجوری بتونید پایتون رو خیلی بهتر یاد بگیرید. حالا از کوپایلت استفاده کنید خیلی بهتون کمک میکنه. اگر دسترسی نداشته باشید که میتونید سرچ کنید، توی اینترنت سرچ کنید و اینجوری میتونید پایتون رو بهتر کنید. با یه سری پروژه زدن میتونید پایتون رو بهتر کنید. خوبی پایتون یه هم بدی هست هم خوبی هست. کد زدنش خیلی راحت تره، هی به شما گیر نمیده مثل CPP. مثلا CPP وقتی شما کد میزنید قبل از اجرا که بخواد این کد شما رو کامپایل کنه و به حالا فایل قابل اجرا تبدیل کنه اون خیلی از ارورا رو به شما میگه یا خیلی وارنینگ میده که مثلا اینجا ممکنه این اتفاق بیفته. ولی توی پایتون اینجوری نیست. میبینید که مثلا کد اجرا میشه میره داخل بعد یه دفعه به مشکل میخوره. به خاطر همین شاید پایتون برای پروژه‌ای که خیلی بزرگ باشن شاید خیلی خوب نباشه و اون پروژه باید کوچیک کوچیک باشن که شما بتونید، به نظر من یه نظر شخصی من هست، بهتر پروژه ها کوچیک کوچیک باشه که هر پروژه رو جدا بشه تست کرد و یه پروژه خیلی بزرگ با پایتون نوشته نشه. من فکر میکنم تا همینجا در مورد پایتون کافی هست. شما هم سعی کنید خودتون بهترین راهکاری که من میتونم پیشنهاد بدم اینه که این ویدیوها رو یه بار نگاه کنید،
بعدش سعی کنید خودتون همون کارا رو یا بهترش رو انجام بدید. سعی کنید بازی کنید، اگه اینو اینجوری کنم چی میشه، این تغییر رو بدم چی میشه. مثلا چه میدونم، مثلا نگاه میکنید میبینید که مثلا استری یه حالت دیگه هم داره، یا سرچ کنید ببینید تابع دیگه هست که این کار رو انجام بده. با همینجوری تست کردن چیزهای مختلف میتونید پایتونتون رو بهتر کنید دیگه. بعدش یه بار دو بار دیگه خودتون که اینو بزنید، بعدش برید سراغ قسمت بعدی ویدیو یا ویدیو بعدی. حالا مطمئن نیستم چجوری میام این ویدیو رو با هم دیگه مرجشون میکنم. خب تو این قسمت ویدیو من میخوام در رابطه با دو تا لایبرری پایتون صحبت کنم. یکی متپلاتلیب که کارش این هست که بیاد داده‌هایی که شما دارین رو نمایش بده، نمودار بکشه، نمودار 2 بعدی 3 بعدی. و بعدی که میخوام در رابطه باش صحبت کنم نامپای هست، یه لایبرری خیلی قدرتمند هست داخل پایتون که برای محاسبات ریاضی معمولا استفاده میشه. پس من در مورد این دوتا میخوام الان صحبت کنم. برای اینکه خیلی دردسری برای کار کردن با VS Code یا پایچارم یا حالا ادیتور دیگه‌ای که میخواین استفاده کنیم نداشته باشیم، من به همین دلیل میام از گوگل کلاب استفاده میکنم که اگر شما توی گوگل سرچ کنید و اکانت جیمیل داشته باشین، مطمئن نیستم توی ایران جواب میده یا نمیده، ولی خب میتونید از گوگل کلاب استفاده کنید، یا حالا میتونید بیاید عادی توی همون VS Code یا پایچارم کد بزنید، یا میتونید به جای اینکه فایل .py بسازید بیاید فایل .ipynb بسازید توی حالا چه پایچارم چه داخل VS Code. وقتی این فایل رو بسازید بخواید باش کار کنید، خود ادیتور بهتون پیشنهاد میده که باید برید جوپیتر نصب کنید و حالا یه سری چیزا به اون پایتونتون اضافه کنید. ولی اگر از کلاب استفاده کنید، ببخشید گوگل کلاب استفاده کنید، خوبی که داره اینه که دیگه احتیاج نیست هیچی رو نصب کنید، یعنی همون مستقیم میتونید بیاید اینجا و شروع کنید کد نوشتن. همینجوری هم حالا اگر گیت هاب کوپایلت هم نداشته باشید که کمکتون کامپلیت کنه کدایی که می نویسید، و اینجا جمنای کمک میکنه بهتون. خب بریم سراغ ایمپورت کردن متپلاتلیب. خب اینجوری معمولا ایمپورت میشه matplotlib.pyplot و به اسم PLT هم از اون به بعد میشناسیمش. حالا کاری که انجام میدیم، مثلا من یه دونه لیست A درست میکنم که یا بهتر اسمش رو X بذارم، فرقی نمیکنه، X مثلا 0 1 2 3 و 4، و یه دونه لیست Y درست میکنم که مثلا باشه 2 4 6 8 حالا هر چیزی. و بعدم plt.plot میاد برای ما این نقاط رو میذاره و این نقاط رو به هم دیگه وصل میکنه. حالا اگر من اینو اجراش کنم میبینید که برای من این نمودار رو کشید. حالا مثلا میتونم بیام اینو یه مقداری تغییرش بدم، مثلا میخوام نمودار توان 2 رو بکشم، میگم x به توان 2 پر حالا هر عددی این x. به این صورت. خب الان میاد برای من توان 2 رو میکشه همینجور که میبینید. من میتونم بیام یه سری آپشن های خیلی زیادی میده متپلاتلیب. میتونم بیام برای هر کدام از اینا یه دونه مثلا اون نقاطی که این به هم دیگه وصل کرده، میتونم بیام اون نقاط رو نقطه بذارم، مثلا به این صورت اگه اشتباه نکنم میاد فقط نقطه میذاره. حالا خیلی آپشن های دیگه به شما میده که شما میتونید رنگشون رو تغییر بدید، میتونید لیبل X و Y بذارید براشون که مثلا لیبلش مثلا چی باشه. به این صورت که میبینید الان اینجا میاد با X لیبل برای شما یه دونه لیبل میذاره، مثلا اسمش رو میذارم متراژ مثلا یه خونه، فرض میکنیم اینجا وایمونم پرایس یه خونه باشه.
و حالا تایتل میتونید براش بذارید و همینجوری که میبینید حالا با گریدم میتونید اینو یه گریدم بذارید که یه ذره خاناتر بشه نمودارتون. خود متپلاتلی خیلی شیوه های مختلفی میشه باش نمودار کشید. اگه برید داخل سایت متپلاتلی org توی قسمت اکزامپل خیلی میبینید تعدادش خیلی زیاد هست. همه این نمودارها رو شما میتونید با متپلاتلیب بکشید. فقط کافیه برین داخل اون اکزامپل و کد نمونه رو براتون اینجا گذاشته. حالا من یکیشو ترای میکنم ببینم واقعا همینو میکشه یا نه. بله دقیقا همین چیزی که اینجا بود و برای اون کشید. حالا شما فقط کافیه دیگه ببینید چه ورودی گرفته. مثلا این هر کدام از این اون برای کشیدن اون نموداره چه ورودی هایی گرفته. اون ورودی ها رو اونجوری که خودتون میخواید تغییر میدین و شروع میکنید نمودار کشیدن. خب بریم سراغ لایبرری بعدی که خیلی زیاد ازش احتمالا استفاده میکنیم خیلی جاها، که اسمش هست نامپای، که معمولا به این صورت ایمپورت میشه داخل پایتون کتابخونه نامپای و به اسم np ازش استفاده میکنیم. حالا کار این چی هست؟ نگاه کنید ما به صورت کلی میتونیم خیلی عملیات ریاضی رو توی پایتون انجام بدیم. مثلا توی پایتون شما اگر یه لیست داشته باشید مثلا میتونید ماکس A رو به دست بیارید و پرینتش کنید. خب یا یه سری کارهای اینجوری میشه انجام داد. ولی اینجا مثلا نمیتونید شما اگر یه دونه لیست دارین بیان یه لیست رو ضرب داره مثلا یه دونه لیست دیگه بکنید توی پایتون. این به شما ارور میده، میگه لیست رو نمیتونید در هم ضرب کنید. برای اینکه این عملیات ریاضی رو بتونید انجام بدید شما احتیاج دارین از یه لایبرری دیگه استفاده کنید یا خودتون بیاین از صفر یه لایبرری درست کنید. بهترین لایبرری که وجود داره توی پایتون من فکر میکنم نامپای هست که خیلی این کارا رو براتون آسون میکنه. مثلا الان من یه مثال اینجا بخوام بزنم، مثلا میام یه دونه np.array درست میکنم از روی مثلا آرایی 1 2 3 یه دونه b درست میکنم که 4 5 6 باشه مقدارش و c رو برابر میدم با a ضرب داره b. و اگر من اینو پرینتش کنم اینجا میبینید که 1 رو ضرب داره 4 کرد، 2 رو ضرب داره 5 کرد، 3 رو ضرب داره 6 کرد. دونه دونه اومد اینا رو در هم دیگه ضرب کرد. حالا به جای این شما میتونید بیاید ضرب ماتریسی انجام بدید، میتونید بیاید ماتریس رو حالا یادم نمیاد اسمش رو، ماتریس رو بچرخونید، ترانهاده فکر میکنم، یا حالا سامش رو بگیرید، آرگ ماکسش رو حساب کنید، بگید توی هر ستون مثلا چی ماکسیموم، توی هر ردیف چی ماکسیموم. خیلی کارهای اینجوری رو میشه با نامپای انجام داد. خب یه سری حالا من سعی میکنم یه سری توابعی که نامپای داره رو شروع کنم توی این ویدیو توضیح دادن. یکی از کارهایی که نامپای میتونه برای ما انجام بده اینه که بیاد یه دونه آرایه برای ما بسازه. مثلا یه آرایه A که از numpy مثلا ones بیام استفاده کنیم که شما اینجا میایید بهش میگید اوکی اون آرایه‌ای که میخواید چند در چند باشه. خب و بعدش اینجا وقتی آر پرینتش بکنیم خب یه آرایه 2 در 3 میاد برای شما میسازه که تمام اعداد داخلش 1 هستن. یه کار دیگه که میتونیم انجام بدیم مثلا میتونیم بیایم آرایی بسازیم که تمام مقادیرش 0 هست 2 در 3. وقتی آرایه رو میسازیم یه سری فانکشن و یه سری متغیر داره. مثلا اگر بیایم تی رو بذاریم اینو میاد برای ما روتیتش میکنه اون آرایه‌ای که داریم. یا مثلا میتونیم دات شیپش رو بگیریم که بهمون اینجا شیپش رو میده که 2 تعداد روهاش ردیفاش هست و 3 تعداد ستون ها هست اگه اشتباه نکنم. حالا من اینو پرینتش کنم. آره میتونید بیاید اگه اشتباه نکنم با اندیم شما میتونید بیاید تعداد دایمنشنی که داریم و اگه من اینو تغییرش بدم یه دایمنشن دیگه اضافه کنم اون وقت اندیممون میشه 3، یعنی 3 بعدی میشه در واقع
اون آرایه‌ای که داریم. یه کار دیگه که میتونیم انجام بدیم، توابع خیلی زیادی داره برای تولید کردن عدد رندوم. مثلا میتونیم رند مثلا 3×2 درست کنیم. اگه اینجا A رو پرینتش کنیم، یه آرایه 3 بعدی رندوم برای ما درست میکنه. میتونید بیاید اینتیجر بیاید مثلا بگین رندوم بین یه عدد، مثلا بین 1 تا 10 برای من انتخاب کن. خیلی فانکشن های مختلفی رو داره. همونجور که گفتم میتونید مثلا با رند اینت بیاید به جای اینکه بین 0 تا 1 یک فلوت رو بیاد به شما نمایش بده، شما میتونید بیاید اینت ازش بخواید. یعنی مثلا میاد میگید یه دونه آرایه 3×3 به من بده که اعداد داخلش بین 0 تا 10 باشن. مثلا میتونید بیاین رند اینت بذارید، یا میتونید یه کار دیگه که انجام بدید اینه که بیاید از a range استفاده کنید. که این کارش چیه؟ این میاد یه رنجی به شما میده بین عدد 0 تا یکی کمتر از اون عددی که اینجا ورودی دادید، میاد این کار رو انجام میده. یا همینو میتونید به جایی که اینجوریش کنید، میتونید مثلا بیاین بگین از -10 تا 10 مثلا 1/10 برو بالا. این شروع میکنه از -10 تا قبل از 10 یه اندازه به اندازه‌ای که شما اینجا بهش دادید قبل از 10 شروع میکنه اینا همه رو برای شما میریزه داخل یه دونه آرایی. که الان اگه من این شیپش رو پرینت کنم، در واقع 200 تا یه آراییه که 200 تا مقداری آرایی یک بعدی هست که 200 تا خونه داره. و حالا من میتونم بیام مثلا سام اینو مثلا بیام حساب کنم. خب مثلا آدات سام بزنم و بیام سام کل این عددهایی که داخل اون لیست هستن رو به من بده. یا حالا هر عملیات دیگه که بخواین روش انجام بدین. حالا برای اینکه این یه مقداری ساده تر بشه که راحت تر مشخص بشه داریم چه کاری انجام بدیم، من میام مجددا یه دونه اره ساده درست میکنم، مثلا که مقدارش 1 2 3 4 باشه. بعدش میتونیم بیایم همه اینا رو ضرب در یه مقداری کنیم. مثلا میگیم b برابر با این و b رو برای ما چاپ کنه. خب میاد اون آرایه 2×2 که داشتیم و همه مقداراش رو ضرب در یه عدد میکنه. میتونید همه مقداراش رو به علاوه یه عدد بکنید. و هر عملیات ریاضی که میخواید و میتونید اینجا انجام بدید. اگر بخواید یک مقداری رو داخل یه خونه ای از اون آرایه رو عوض کنید، میتونید اینجوری. اگه بخواید پرینتش کنید، مثلا اگر بگید A1 خب این میاد به شما خونه 1 یعنی این در واقع اینجوری هست، میاد به شما خونه 1 کنید. اگر بهش بگید خونه 0 و 1 رو بهتون بده، 2 رو بهتون میده. چرا؟ چون که اولیش گفتم ردیفش هست، میگه چه ردیفی، و بعدش هم که ستونش رو به شما میده که 2 رو. حالا اگه بخواید همین رو عوضش کنید، خب به این صورت عوضش میکنید دیگه. بعدش هم A رو چاپ میکنید، میبینیم که خونه 0 و 1 به 10 تبدیل شده. اگه بخوایم بیایم به جای اینکه ضرب بیایم دونه دونه اینا رو در هم دیگه ضرب کنیم خونه به خونه، بخوایم بیایم ضرب ماتریسی انجام بدیم که خیلی توی شبکه عصبی استفاده میشه. خب میتونیم مثلا بیایم یه دونه آرایه اینجا من درست میکنم. یه آرایه الان 2×2 داریم، میخوایم بیایم این آرایه 2×2 رو در یه دونه آرایه 1×2 بیایم ضربش کنیم. در واقع یه آرایه 2×1 بیایم ضربش کنیم. این کار رو میتونید اینجوری انجام بدید. با A دات در B شما میتونید اینو ضربش انجام بدین، چون اولی 2×2 هست و دومی 2×1 هست. این در واقع 1×2 هست، ولی خب خود نامپای اینو میتونه هندلش کنه.
اینا رو میاد در هم دیگه ضرب میکنه، یعنی این ردیف میاد در واقع اینو اگر یه دونه ستون در نظرش بگیریم اینجوری، این ردیف در این ستون ضرب میشه، با هم دیگه جمع میشه 17. مجددا این یکی 3 5 تا 15 تا و 4 6 تا 24 با هم دیگه جمع میشن و 39 رو به ما میده. یعنی شما اینجوری هم میتونید بیاید این ماتریس ها رو بیاین در همدیگه ضربش کنید. حالا اگر به همدیگه نخورن، یعنی نتونید به همدیگه ضربشون کنید، خب اون وقت میتونید بیاید مثلا بیاید ترانهادش رو در واقع ضرب کنید که اینجا جفت جوابش یکی میشه، به خاطر اینکه خود نامپای میاد متوجه میشه که اوکی این 2 در 2 اون 1 در 2. وقتی میخوای ضربش کنی با دات، خب این دومیه باید روتیت بشه که بتونه به این بخوره، برای اینکه کمی کار رو راحت تر کنه. البته یه سری مشکلات هم به وجود میاد، یعنی شما میاید یه محاسباتی انجام میدین، یه خروجی میگیرین، میبینین همه چی درست بوده، هیچ خطایی داده نشده. مثلا اگه من اینجا بیام یه عدد دیگه اضافه کنم، احتمالاً نامپای به من خطا میده، میگه من نمیتونم بیام یه آرایی 2 در 2 رو در یه آرایی ستایی یا 3 در 1 نمیتونم بیام این دوتا رو در هم دیگه ضربشون کنم. یعنی ممکنه شما یه سری پشت سر هم یه سری ضرب بنویسید، بعدش نامپای هم هیچ اروری نمیده و به شما جواب میده، ولی مشکل اینه که اون کاری که شما میخواستین رو انجام نداده، خودش اومده شما اشتباه نوشتین یه جایی، این خود نامپای اومده اون آرایه های شما رو اومده یه سری تغییرات داده که این ضربه شدنی باشه، یعنی یه جوری براتون درش آورده. پس خیلی باید حواستون باشه که دقیقاً دارید چی و در چی ضرب میکنید با استفاده از نامپای. خب اینجا دیگه بحث نامپای رو میبندیم. در مورد متپلاتلیب صحبت کردیم خیلی خلاصه، در همون حدی که احتمالاً لازم داریم، و اگر چیز بیشتری لازم داشته باشیم جلوتر که بریم باز دوباره در مورد متپلاتلیب صحبت میکنیم، مثلا به جای پلات از اسکتر استفاده میکنیم. توی نامپای هم اگر لازم بود بیایم چیزی اضافه کنیم یا یه چیزی از در واقع نامپای استفاده کنیم، همون جلوتر در موردش توضیح میدیم. و توی مرحله بعدی میریم سراغ مشتق میتونم بگم اصلی ترین موضوع توی شبکه‌های عصبی هست. میان پله پله در مورد مشتق توضیح میدیم و اینکه مشتق دقیقاً چه تأثیری داره، چه کاری داره میکنه توی این آموزش دادن به یه مدل با چند میلیارد پارامتر. این مشتق چجوری میاد این پارامترها رو برای ما بهینه میکنه، چجوری مقدار بهینه‌شو، اینو از صفر میریم جلو که اصلا مشتق چی هست، چه تأثیری داره، چجوری باعث میشه که ما یه دونه مدل رو ترین کنیم.